مبارک امید صفا و پیشرفت و ترقی. اینا مورد ایران در حدود 1700 کیلومتر شبکه منجا فرسودیم. هزینه ادینم تخمینا 1,100,000 افغانی بوده با کمک اهالی محترم و از این پروژه برای فعلا تقریبا در حدود 400 خانوار استفاده میکنه. حتی در زمستان ها که متشی‌ها بسته بود، تانگا بسته بود، آبا یخ زده بود، مردم بی آب بودن. دیگه بشکا در دستی مردم با طفلای مثلا 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله پشت آب میگشتن. کسایی که در خانه ها چا داشت بالاخره کم به کم کمک میکردن این مردم بسیار به تکلیف بودیم. ما در زمان جمهوریت بسیار زیاد دویدیم پشت جمعیت 3-4 سال کسی بدال ما نرسید. خداوند خیر بده حکومت امارات که به عریضه ما گوش کردن و بالاخره برای ما کمک کردن آب یا شامیدنی به می مایه هفتم رسید. 4-5 سال میشد که به حساب امی آب یا شامیدنی صحی نهایت ضرورت داشتیم. با مشکلات زیاد مواجه بودیم. تلاش های اخیر بالاخره تحت حکومت امارت اسلامی افغانستان ما توانستیم که همو شبکه خودمانه و امتداد شبکه عمومی 600 متر و به حساب 250 متر شبکه های کوتاه را ما تکمیل کردیم و آب شامیدن را اینا مورد